المسألة الرابعة، مسألة چهارم، الصلاة على الميت و حکمها و دلیل ذلك. سپس نماز جنازه و حکم آن و دلیل آن. و بدون که نماز جنازه این فرض کفایی است. نماز جنازه فرض کفایی است. یعنی بعضی از مردم اگر نماز جنازه را انجام بدهند از سر دیگر کسا ساخت میشود. گروه اگر که نماز جنازه کسی را بخوانند از سر دیگر کسا ساخت میشود. اگر هیچ کس نماز جنازه نخواند بر مؤمنان پس همگی در اسم در گناه قرار میگیرند. دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره کسی که قرض داشت، قرضدار بود، گفت که بر دوستانتان نماز بخوانید. نماز آدم قرضدار را نخواند. روایت مسلم تحت رقم 1619. این دولت بر خواندن نماز جنازه میکند. و همچنین در روز وفات نجاشی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن برادر شما وفات کرد، نجاشی، برخیزید و بر او نماز خوانید. گفتن خیزید بر او نماز بخوانید. روایت مسلم تحت رقم 952. نماز غایب همچنین. المسأله الخامسه، مسئله پنجم، شروط الصلاه علی المیت و ارکانها و سننها. شروط نماز بر میت، شرایط نماز بر میت و رکنهای آن و سنتهای نماز جنازه. پس شرطهای نماز بر میت و شرایطش: اولا نیت که محل آن قلب است. دوم تکلیف مکلف بودن، بالا بودن وظیفه دینی یعنی آدم بالغ و عاقل. سوم رو آوردن به قبله. چهارم پوشاندن عورت و پرهیز از نجاست ها، پلیدی ها و حضور میت در نزد نمازگزاران اگر در همان شهر و دهه باشد و مسلمان بودن نمازگزار و میت، چون بر شخص کافر یا که میت کافر باشد برای اون نماز نیست، چون قبلا ذکر کردیم. پاک بودن هر دو، نمازگزار و میت، حتی اگر با تیمم هم باشد. مثلا انسان در یگان حالت قرار میگیرد که اگر طهارت بگیرد وقت میگذرد، دریافت نمیکند، میتواند که در حال تیمم کرده نماز را بگذارد. رکنهای نماز میت: یکم قامت، راست ایستادن، قامت گرفتن برای کسی که قادر است، زیرا نماز جنازه نماز است که قیام در آن واجب است و رکوعی ندارد، سجده ندارد. میفرماید لئن النبی صلی الله علیه و سلم کبر علی النجاسی اربعا. پیامبر صلی الله علیه و سلم قیام هنگامی که راست ایستادن تکبیر گفتن 4 تکبیر بر نجاشی. پس معلوم میشه که خواندن سوره فاتحه، تا اول قیام راست ایستادن، دوم تکبیر گفتن، سوم خواندن سوره فاتحه بر اساس حدیثی که لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن. نماز کسی درست نمیگردد اگر سوره فاتحه در آن خوانده نشود. روایت مسلم تحت رقم 394. سپس هنگامی که تکبیر اول رو گفتیم سوره فاتحه را میخونیم و تکبیر دوم رو گفتیم صلوات به پیامبر میفرستیم و تکبیر سوم رو گفتیم درود، صلوات، دعا بر میت میکنیم. چون یک پیامبر گفتن که اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا. وقتی که بر میت شما نماز خوانید پس دعا رو بر او صمیمانه کنید. روایت ابی داود تحت رقم 3199. حدیث خوب است. و سلام دادن بر اساس حدیثی که و انجام نماز این سلام دادن است، با اتمام رسیدن نماز این سلام دادن است. رعایت ترتیب بین این رکن ها پیش و پس کرده نشود. سنت های نماز جنازه: هنگام تکبیر دست ها برداشته شود، با همراه تکبیر رفع یدین میگویند. سپس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگویی، بسم الله میگویی و سوره فاتحه را میخوانی. بعد سوره فاتحه در تکبیر دوم صلوات با پیامبر میفرستی، در تکبیر سوم در حق میت دعا میکنی، در تکبیر چهارم دعا برای خود بر همه مسلمانان میکنی و سلام است. المسأله السادسه، مسئله ششم، وقت الصلاه علی المیت و فضلها و کیفیتها. وقت نماز بر میت، وقت نماز میت و فضیلت آن و کیفیت نماز میت. اولا وقت آن: نماز جنازه بعد از شستشوی و کفن و آماده کردن میت خوانده می شود اگر میت حاضر باشد. اما اگر میت در جای دیگر باشد وقت نماز آن بعد از رسیدن خبر وفات خبر آن شروع می شود. اگر در جای دیگر حضور داشته باشد بعد از وفات آن نماز جنازه خواندن جایز است. دوم فضیلت نماز جنازه: پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من شهید جنازه حتی یصلی علیها فله قیراط. هر کسی که نماز جنازه را اشتراک کرد و برای میت نماز خواند، نماز جنازه را خواند، برای او یک قیراط پاداش میگردد. و من شهیدها حتی تدفن فله قیراطان. و هر کسی که نماز جنازه را حضور کرد و نماز جنازه را خواند و تا دفن کردن آن رفت برای او 2 قیراط است. و از رسول الله پرسیده شد، صحابگان پرسیدند ای رسول الله این 2 قیراط چی است؟ گفتند مثل الجبلین عظیمین. 2 قیراط مثل 2 کوه عظیم بزرگ است.
روایت بخاری تحت رقم 1325 و مسلم تحت رقم 945. و طرز خواندن: امام و کسی که تنها نماز میخوانند بر سر میت نزد سر میت میستد. امام بر سر میت میستد. امام همیشه پیش میستد و مردم از پشت وی. اما برای زن نزد میان وی میستد. برای زن نزد میان وی میستد. دلیل آن حدیث انس رضی الله عنه که روایت ابی داوود تحت رقم 3194 و دیگران این حدیث را حسن خوب گفتن و صحیح گفتن ذکر شده است. سپس تکبیر تحریمه، تکبیر اول الله اکبر میگوید، با همراهی تکبیر دستان را میبردارد. سپس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته بسم الله الرحمن الرحیم شروع نماید بر خواندن سوره فاتحه و سوره فاتحه را پنهانی میخوانند، پس میخوانند حتی اگر نماز شب هم باشد و سپس تکبیر میگوید و بعد تکبیر صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرستد. تکبیر دوم بر او صلوات میفرستد. آن صلواتی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اتحیات نشستن خواندن با او همین گونه صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد تا آخر اللهم بارک علی محمد. و سپس در تکبیر سوم بر میت دعا میکند. از جمله دعاها اللهم اغفر لحینا، ای پروردگار ببخش زندگانمان را بیامرز، و میتنا و مردگانمان را بیامرز، و شهیدنا و حاضر بودگان را بیامرز، و غائبنا و غائب و نبودگان را بیامرز، و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثنا. پروردگارا مردان ما، زنان ما، کودکان ما، خردان ما همه را بیامرز. اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام. پروردگار آن کسانی که از ما آنها را زنده می‌داری پس آنها را بر اسلام زنده بدار. و من توفیته منا فتوفیه علی الایمان. و پروردگار کسانی را که از ما میمیرانی پس آنها را به اسلام بمیران. این حدیث ابی داوود تحت رقم 3201 و دیگران روایت کردند که حدیث حسن خوب است، صحیح است. و همچنین میگوید اللهم اغفر له وارحم، برای میت ای پروردگار او را ببخش و رحم کن. دعای قبلی برای همگان بود. آخران دعا و دعایی که از میگوییم این برای میت. اللهم اغفر له، پروردگار او را مغفرت نما، وارحمه، او را رحم کن، و عافیه، عافیتش ده، واعف عنه، او را ببخش، و اکرم نزله، جایش را گرامی گردان، قبر یعنی، واسع مدخله، و درآمدگاهش را وسع کن، قبرش را، واغسله بالماء والثلج والبرد. پروردگار او را با برف، با ژوله، با یخ بشوی، تازه بگردان. و نقیه من الذنوب، پروردگار او را از گناهانش پاکیزه نما. الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، چگونه که لباس سفید از چرکینی ها پاکیزه می شود، سفید می شود. و ابدله دارا خیر من داره، پروردگار خانه بهتر بر اون نصیب روز بگردان. اهلا خیر من اهلی، و اهلی بهتر از این اهلش نصیبش بگردان. و زوجا خیر زوجه، و همسری بهتر از این همسرش. و ادخله جنه، پروردگار او را داخل جنت قرار بده. و اعذه من العذاب القبر، پروردگار او از عذاب قبر نجات بده. و عذاب النار، و از عذاب آتش همچنین او را نجات بده. این دعا را بر میت میکند. روایت مسلم تحت رقم 963. و اگر میت کودک باشد میگوی اللهم اجعله سلفا لوالدیه و فرطا و اجرا، ای پروردگار او را پیشرو برای پدر و مادرش گردان، سبب برای پاداش آنها و وسیله رحمتش قرار بده، رحمت قرار بده. روایت عبدالرزاق. پس تکبیر چهارم را میگوید. در تکبیر چهارم دعا میکند اللهم لا تحرمنا اجره، میگوید پروردگار را از اجر پاداش این نماز ما را محروم نگردان و بعد از او ما را به فتنه مبتلا مکن. پروردگار را دعا میکنه ولا تفتن بعده. این را حدیث را امام مالک در موطئ خود روایت کردند که حدیث صحیح است. پس طرف راست یک سلام میدهد و این نماز با پایان میرسد. نماز جنازه یک سلام دارد. اگر دو سلام هم دهد اشکال ندارد، اما یک سلام است. اما اگر کسی دیر آید، کسی دیر کرد، با امام همراه شود و بعد از سلام دادن امام اگر چیزی را عقیب مانده بود، یگام تکبیرات را حتما آنها را انجام میدهد، سپس سلام میدهد. اگر نماز را پیش از دفن اگر نخوانده باشه، نماز جنازه را بعد دفن کردن میت در بالای قبر میت خواندن و جایز است، اشکال ندارد. چون میفرماید که در روایت بخاری تحت رقم 458 و مسلم تحت رقم 956 لعله صلی الله علیه و فعله، پیامبر این کار میگه انجام داد. وذلك فی قصه المرأة التي كانت تقیم المسجد، کیسه آن زنی که مسجد را پاکیزه میکرد، تازه میکرد. نماز بر غایب، شخصی که غایب از حضور ندارد. اگر کسی در جای دیگر بمیرد، پس خبری وفاتش اگر رسید، حتی یک ماه یا که بیشتر از آن هم گذشته باشد، جایز است که بر او نماز جنازه خوانده شود اگر کسی جنازه او را نخوانده باشد. بر سقط، کودکی که بگیم که میغلطد، اگر سینش از 4 ماه بالا باشد، بر او نماز خوانده می شود، کفن کرده می شود و در قبرستان مسلمان گور کرده می شود. اما اگر کمتر از این باشد، پس برای دیگر نمازی نیست و مشقتی نیست. مسئله هفتم،
مسئله هفتم حمل جنازتی. مسئله هفتم حمل جنازتی و سیر بها. برداشتن جنازه و بردن آن. برداشتن جنازه و بردن آن یا که همراهی با آن. سنت است که جنازه را همراهی کنند تا به قبر گسیل کنند و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند من شهد جنازه حتی یصلی علیها فله قرات. هر کسی که جنازه را اشتراک نماید تا با وی نماز بخواند برای یک قرات از پاداش است. و من شهدها حتی تدفن فله قراتان. پس کسی که جنازه را اشتراک نماید حتی اینکه تو دفن کردن با او باشد برای او 2 قرات است. پرسیدند و ما قراتان ای رسول الله؟ گفتند ای رسول الله این 2 قرات چی است؟ قال مثل الجبلین عظیمین. مثل 2 کوه بزرگ. روایت بخاری زیر 1325 و مسلم زیر 945. پس برای مسلمان ثواب دارد که وقتی وفات مسلمان آگاه شود که برایش از برای حضور جنازه آن برادرش حاضر شود، نماز خواند و در دفن اشتراک نماید. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که گفتند حق المسلم علی مسلم 5. حق مسلمان بر مسلمان 5 چیز است: رد السلام، جواب سلام، و عیادت المرید، و یا عیادت بیمار، و اتباع الجنائز، و پیروی از جنازه. روایت بخاری تحت رقم 1240. پس این هم چی است؟ دیگری از حق مسلمان برای مسلمان است و این حتی بیشتر تاکید می شود. اگر جنازه را کسی پیگیری نکند و کسی نباشد تاکیدتر می شود. اما جایز است که جنازه را با ماشین یا که حیوان انتقال بدهند، مخصوصا اگر قبرستان دور باشد. و خوب است که کسانی که همراهی میکنند نیز در برداشتن جنازه اشتراک کنند. و سنت است که میت را در قبرستان دفن کنند که مخصوص برای مردگان است. چون رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه مردگان را، میت ها را در قبرستان بقیع دفن نکردند و یگان صحابه غیر آن مکان در جای دیگر دفن کردن نمیشدند اگر در آنجا وفات نکردند. سنت است که شتاب کرده شود از برای بردن میت، یا اینکه سنت است که شتاب کرده شود در تمام مرحله ها. اولا در مرحله شستن، دوم در مرحله کفن کردن، سوم در مرحله نماز جنازه آن، چهارم در مرحله دفن کردن. همه این مرحله ها با شتاب انجام داده شود، تأخیر کرده نشود. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند اذا مات احدکم فلا تحسبوه. وقتی کسی از شما اگر وفات کرد او را حبس نکنید، او را محکم نکنید، او را ندارید. و اسرعوا له الی قبری، و زود او را به سوی قبرش ببرید. روایت طبرانی، ابن حجر حسن گفته هستند. و آنچه که بعضی از مردم انجام میدهند او را میگذارند، یا که انتقال دادن میت از یک شهر به شهر دیگر، یا که انتظار شدن تا روز مخصوصی هفته برای دفن کردن، همه این مخالف سنت است، بلکه این ضررها بر صاحب خانه و هم میت میآورد. و هنگام برداشتن میت و همراهی کردن نیز باید شتاب کرده شود. بر این توصیه داده می شود، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند اسرعوا بالجنازه، با جنازه شتاب کنید، فان تکو صالحه فخیر تقدمونها الیه. اگر آن انسان صالح پاک دامن باشد چی خیری نیکویی برای آن شما انجام میدهید. و این تکو سوى ذلك، اگر غیر این باشد فشر تدعونه عن رقابکم، پس چیزی بد است که شما از گردنهای خود اون را می افکنید. روایت بخاری تحت رقم 1351 و مسلم تحت رقم 944. اما شتاب نباید خیلی سخت هم باشد، بلکه میانه باشد، چون که بعضی از علما گفتن و کسانی که جنازه را میبردارند باید آرامانه و نیکو ببردارند و هیبت قوی باشند و صداها بلند نکنند، نه با قرائت قرآن، نه با چیزهای ذکرهای دیگری. هیچ گونه دلیلی از پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد ذکر شده نیست، بلکه همه این کارها مخالف سنت است و بعضنان اجازه نیست که همراهی جنازه برایند. در اساس حدیث عطیه میگه نهینا عن اتباع الجنازه، بر ما منع کرده شد، ما منع شدیم از اتباع پیروی کردن جنازه ها. روایت بخاری تحت رقم 1278 و مسلم تحت رقم 938. برداشتن و همراهی جنازه تنها برای مردان است و سنت است که کسی که با جنازه می رود ننشیند تا آن وقتی که جنازه به زمین گذاشته نشده است، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از نشستن پیش از آن که میت گذاشته شود نهی کردند. روایت بخاری تحت رقم 1310 و مسلم تحت رقم 959.